نباید در واقع مراجع به هر کسی این درجه و رفتار رو در واقع قائل باشن که بتونن هر محتوایی رو توی ذهن مردم در واقع بزنن. روانشناسی و موسیقی خیلی شدید به هم نزدیکن. یه آکورد دیمینیش با هارمونی بم و این شکلی میتونه بترسونه و به گریه بندازه. به شدت میتونه به سطح اضطراب رو پایین بیاره. موسیقی فاخر به نظر موسیقیه که تاثیرگذاری بیشتر داشته باشه. سعی میکنه که خوشحالی نکنه، شاد نباشه. چجوری رسیدید به 12 تا نوت؟ همه چی روتینه، احساس میکنیم که یه چیزی کمه. جامعه غم دوستی هست. بله. سلام علیکم دکتر، خیلی خوش اومدید. استودیوی ما بالاخره تشریف آوردید تو محیط موسیقی. درود بر شما جناب صفاریان. خیلی خوشحالم امروز جان شما رو میبینم. خیلی خوشحالم در کنار. چه کیفی بده امروز در کنار شما. منم همینطور. لذتی ببریم در کنار شما هستیم. سالم باشید ان شاء الله. با امید خدا. سلامت باشید. ارادت دارم. خب سوالا رو شروع می‌کنیم. خب ببینید، اولا که خیلی افتخاره که در خدمت دو تا استاد هستیم. خیلی سلامت باشید. صحبت امروز ما در واقع در مورد ارتباط بین موسیقی و روانشناسیه. ما اول میخوایم یه تعریف کلی داشته باشیم، حالا هم در مورد مبحث موسیقی خوب، هم بحث روانشناسی اصولی و شناخت این موارد، و اینکه بعد بریم راجع به ارتباطشون با همدیگه صحبت کنیم که ببینیم که این دو چجوری میتونن با همدیگه ارتباط داشته باشن و چه تأثیرهایی میتونن روی همدیگه به صورت متقابل بذارن. اگر اجازه بدین آقای صفاریان اول شروع کنن از در مورد موسیقی خوب یه توضیحی به ما بدن. میگن وقتی آب هست تیمم باطله. فیروز جان بفرمایید. چقدر اتفاق خوب و خوشحال کننده ایه که تو این حوزه شما ورود کردید و در واقع یک استارتی رو زدین که احتمالاً نتایج خیلی جذابی رو ایشالله خیلی زود ولی قطعاً یک زمانی رو خواهد بود و چند سال بعد نتایج خیلی جذابی رو به همراه خواهد داشت. شما همیشه من این مثال رو میزدم، شما میتونید تایید کنید یا تایید نکنید، چون من میگفتم که اگر یک تیغ جراحی و ابزار پزشکی رو دست اختیار یه دکتر جراح میدن که یه کارایی رو انجام بده، دست هر کسی نمیدن، باید اون تخصص رو بگذرونه اتفاقایی بیفته. همینطور در واقع برای کسی که هنر، محتوا، کلام، موسیقی یا حتی سینما رو در واقع داره تولید میکنه که در عمیقاً تو وجود آدم ها تأثیر اساسی میذاره، اونها هم نباید در واقع مراجع به هر کسی این درجه و رفتار رو در واقع قائل باشن که بتونن هر محتوایی رو توی ذهن مردم در واقع بزنن، چون این نتایجش ممکنه در آن واحد در اجتماع خودشون نشون نده که چه بسا که همین الان البته نتایج سالهای گذشته که مدیریت نشد و خیلی از کارا نشد، خود نتایجش روی روان و ذهن، حالا شما بهتر از من میدونی، رو مردم و تفکراتشون و بینششون و عادی سازی خیلی چیزا که در کلام اتفاق افتاد و هیچکی حواسش نبود گذاشته. و چقدر خوب که این مباحث مطرح شه و جامعه‌ای که بیشتر نسبت به این موضوع حساسن بیان ورود بکنن به این موضوع، اتفاق قشنگی بشه. در رابطه با موسیقی که خب موسیقی به نظر من خودش فارغ از بحث کلام، تنهایی، قبلا تو گپایی که زدیم، به نظر من بد و خوب که نداره. میتونه مرغوب‌تر، پیچیده‌تر، دیگه آرت دارتر، تاثیرگذارتر میتونه باشه، ولی اینکه بعضیا معتقدن که موسیقی مبتذل و فاخر نداریم. حالا میتونه موسیقی یه ذره ساده‌تر و ابتدایی‌تر ساخته شده باشه، حالا اسمشو میشه گذاشت سر و صدا، ولی یه موسیقی از حالا بی کلامه و خیلی زیباست، مثل موسیقی‌های قدیمی و کلاسیک که دارای یک احساس و اصیل و یه اصول خاصی هستن که اونا خب اینجوریه. ولی از زمانی که کلام بهش عد شد، این قضاوت‌هایی که در حال حاضر تو جامعه در همه جای دنیا، خصوصا ما که یه مقدار کلام محورتریم تو شرق و اینا، تو ایران مخصوصا،
خب بیشتر بهش پرداختن که گفتن به موسیقی کلا میپردازنش، میگن که موسیقی بد، موسیقی اشتباه، در صورتی که واقعا کلامه. نمیدونم حالا نظر شما چیه و تأثیراتی که یک موسیقی به تنهایی میتونه بذاره، با کلام میتونه بذاره، چی میتونه باشه؟ چیزی که وجود داره اینه که ما معتقدیم که روانشناسی و موسیقی خیلی شدید به هم نزدیکن و تاثیرگذارن. و واقعا موسیقی چیزیه که روی خلق درجا تاثیر میذاره و میتونه خلق شما رو یا پایین بیاره یا بالا بیاره. حالا موسیقی های غمگین بستگی به خلق شما، نوع نگرش شما، تفکر شما، اتفاقی که برای شما تو لحظه افتاده میتونه تاثیرات مثبت یا منفی داشته باشه. اما چیزی که وجود داره، یه بزرگی میگه، واقعا نمیدونم حالا شما تایید میکنی یا نه، میگه موسیقی زبان روحه. اونجایی که کلام قاصر از بیان احساسات، موسیقی لب به سخن در واقع باز میکنه و شروع میکنه و تاثیر میذاره. انقدر موسیقی و روانشناسی به هم نزدیکن و انقدر موسیقی میتونه توی روان تاثیر داشته باشه که یک المان درمانیه. یعنی ما موسیقی درمانی رو داریم، هنر درمانی زیر مجموعش موسیقی درمانیه و به شدت تاثیرگذاره. همینجوری که میدونید در مدیتیشن به شدت از موسیقی استفاده میشه برای اینکه فرد ریلکسیشن رو داشته باشه، یه سر قصه های اون آرامسازی رو داشته باشه، شرایطش بهتر بشه. موسیقی میتونه خلق رو بالا بیاره. موسیقی های شاد، موسیقی های بی کلام میتونه شرایط رو استیبل بکنه و حال رو خوب بکنه. موسیقی و روانشناسی دارن در یک مسیر حرکت میکنن، اما موسیقی خوب، متن خوب، کلام خوب و سیستم های از این قبیل که بتونه تأثیرات مثبت‌تری روی افراد داشته باشه. البته یه ذره جلوتر که بریم من شخصیت ها رو بگم، چون نسبت به شخصیت های روانشناسی اینا خیلی میتونه متفاوت باشه، ولی میزان تاثیرگذاری هاش متفاوته. اما چیزی که من میخواستم در واقع سوالم از شما اینه که ما چجوری میتونیم که یک موسیقی فاخر داشته باشیم، یک موسیقی که بتونه یک رد پای رو در ذهن آدم‌ها ایجاد بکنه، یه شرایط خوبی رو ایجاد بکنه؟ بستگی به اون تأثیری که در واقع ما میخوام ازش بگیریم داره. خب آدم‌ها در مقاطع مختلف روحی و سنی و حالا جغرافیایی حتی حالای مختلفی رو دریافت میکنم. من چرا معمولا موسیقی بی کلام رو عیارش رو بالاتر میدونم، یا خیلی کسای دیگه، خیلی از بزرگان میگن اصلا عیار موسیقی بی کلام بالاتره؟ چرا که موسیقی هنوزم کسی نتونست، یعنی این همه محققای موسیقی داشتیم، من خودم با خیلی از رفقا گپ زدم، ولی هنوز کسی نمیدونه که این اصوات رو تو این 12 تا نوتی که حالا به استاندارد یک ترکیب هارمونی رسیدن که میتونه هارمونی پذیر باشه در واقع موسیقی، هنوز کسی نفهمیده که چرا یه آکورد ماژور یک نوزادی رو که به لحاظ ژنتیکی که نمیتونه روش تاثیر گذاشته باشه، مثلا چند سال موسیقی مگه در دنیا به این شکل وجود داره که رو ژنش باشه، یه آکورد ماژور میتونه مهربانانه یه کودک رو بخوابونه، یه آکورد دیمینیش با هارمونی بم و این شکلی میتونه بترسونه و به گریه بندازتش. یک اصوات عجیبی که به نظرم تا جایی که حالا من میدونم که از خود دیستورشن هایی که در طبیعت وجود داره، در هارمونیک هایی که خود طبیعت وجود داره، حالا اومدن خیلی از بزرگان اینو تقسیم بندی کردن که از موسیقی کلیسایی در واقع درست شد و اومد و که به 12 تا نوت تقسیم شد. بحث فاخر بودن به نظرم به نوع عیاریه که اون کسی که داره تولیدش میکنه و تأثیری که میخواد بذاره. بعضی وقتا خب من یه موسیقی رو گوش دادم که یکی از غمگین ترین موسیقی های تاریخ حتی بهش میگن، آلبینونی از در قطعه سول مینور که من تو جاهای مختلف زندگی اینو گوش دادم، هر بارم دریافت متفاوتی ازش داشتم. آداجیو که یه موقع غمگین بودم، نیاز داشتم که ریلکس شم، باهاش ریلکس شدم، و یه موقع حال خوبی داشتم، دلم می‌خواست مثلا یه کمی مثلا برم تو خاطراتم، توی حال هوای خاصی ازش دریافت دیگه. اگر این کلام داشت من محدود میکرد به یک محتوای مشخصی، و برای همین من فکر میکنم عیار یک موسیقی فرق میکنه و تأثیری که در واقع کسی میخواد بگیره. حالا ما نمیگیم کلام چیز بدی، حتما چیز خوبی بوده که بهش عد شده، ولی خب موسیقی فاخر از نظر من موسیقیه که تأثیرگذاری بیشتر داشته باشه. حالا
نه اون تاثیرگذاری که خیلی‌ها میگن آقا این تاثیرگذاری به شکل تب میاد در جامعه، یکی میاد رپ هم تاثیرگذاری داشته، اونم تاثیرگذاری داشته. بله اونام به هر حال تاثیرگذاری آنی داشتن، ولی تاثیرگذاری عمیقی که راجبش صحبت کردیم اون موسیقی عمیق نبوده که خیلی از دوستان به نام موسیقی عمیق ازش نام. من فکر میکنم تعبیرشون این بوده که عمیقاً تأثیر بذاره رو آدم. من واقعا موسیقی عمیق متوجه نشدم. من آخرین چیزی که شنیدم استخر عمیق و دریا عمق و اینا رو راجبش شنیده بودم، ولی راجب موسیقی خب اگر علم و دانش و اون دریافتی که یه نفر درک کرده باشه که این اصوات چجوری و این هارمونیا چه اعجازی توشون وجود داشته باشه، تجربه کافی رو داشته باشه، حال خودش رو، جهان خودش رو در واقع اون هارمونیا لحاظ بکنه، بین سازا تقسیم کنه، اون موسیقی خوبی میشه. و قطعا اگر دنیای خودش رو بدون واسطه این که مارکت الان از من چی میخواد، مردم چی دوست دارن، چی الان بیشتر میفروشه که من ازش درآمد بخوام داشته باشم، هنرمندایی که اصول درستی دارن و ساختار مشخصی دارن کسانی هستن از نظر من و خیلی از بزرگان که من به تقلید از اونها یاد گرفتم، اینه که جهان خودشو داشته باشه. و کسی که میخواد روی غم کسی کار بکنه، حالا من نظرم راجع به این که موسیقی غمگین، موسیقی شاد، انرژی بخش، ریلکس، هر کدوم از این تاثیرها کدومش بهتره اونم راجبش صحبت میکنم. ولی خب عادتا یه آدم مثل این آدم با دنیای خودش رو لحاظ بکنه و این دنیای درون این آدم قطعا شبیه خیلیایی که در این شرایط اون هستن، این فقط یک ترنسلیتوریه که تونسته از درونش به ساوند تبدیلش بکنه و بشه. و نظرم هم راجع به موسیقی مثل خیلی از چیزایی که بشر از اول تلاش کرده که برای ساختن آتیش درست کرده، برای گرم شدن، برای نور، برای ایجاد انرژی تلاش کرده، برای تمیز نگه داشتن تلاش کرده، برای خوشگل کردن تلاش کرده. خب اینا همش تلاش میخواد که به زیست برگردیم، چون دنیا خودش رو به تباهی است. ولی موسیقی هم پس در واقع میشه گفت هدفی باید باشه در جهت اینکه زندگی ببخشه، یعنی حال آدم رو تسکین بده، حال آدم رو خوب بکنه. حالا این از یه تایمی تبدیل شد به یک سری تئوری هایی که یه سری بزرگان اومدن اینها رو سینه به سینه منتقل کردن، ریاضیات شد، گفتن این نوت ها در هنرستان های موسیقی، دانشگاه های موسیقی، گفتن این قوانینه و طبق این قوانین باید بسازید. یه سری هم اومدن بدون اینکه نه دنیایی داشته باشن، هیچ مهندسی یه سری موسیقی درست کردن، بعضا موفق شده بعضا نشده. اما این موسیقی با موسیقی که واقعا به ذاته از وجود آدم بیاد و زندگی توش باشه خیلی متفاوته و کم موسیقیایی در کل تاریخ ما داریم که تأثیرات این شکلی بخوام داشته باشن، که بعضیاشون حالا مخرب بودن که قال به هر حتما اون کسی که داشته میساخته حالش انقدر خراب بوده که این موضوع روی خیلی‌ها تأثیر گذاشته، مثل همون کاری که خیلی‌ها باش به هر حال از بین رفتن و از تأثیری که روشون گذاشته. ولی خیلی از موسیقیان بوده که من فکر میکنم نفس اصلی موسیقی انرژی دادن، زندگی دادنه. متوجه. خب پس با توجه به این صحبت‌هایی که شد ما متوجه شدیم که هم موسیقی و روانشناسی ارتباط خیلی عمیقی دارن و موسیقی میتونه روی خیلی از مباحث تأثیر بذاره، مثل هیجانات، اضطراب و استرس، چه به صورت منفی و چه به صورت مثبت. حالا میخوایم هم از دیدگاه در واقع یک موزیسین و هم از دیدگاه یک روانشناس به این نگاه کنیم که چی میشه که این تأثیرات روی افراد گذاشته میشه. ببینید چیزی که خیلی برای ما مهمه اینه که موسیقی سطح کورتیزول رو تو اضطراب پایین میاره. یعنی داستانی که وجود داره اینه که اون کورتیزول وقتی کم میشه اضطراب پایین میاد. حالا چه جور موسیقی؟ بهروز جان صحبت خواهند کرد. موسیقیایی که صدای طبیعت توش باشه، مثل صدای رودخانه، صدای دریا، صدای خشخش برگ ها، اینها به شدت میتونه سطح اضطراب رو پایین بیاره. و همینطور میزان دوپامین و سروتونین رو موسیقی بالا میبره. وقتی میزان سروتونین بالا میره، دوپامین بالا میره، اولین اتفاقی که میفته اینه که فردی که افسرده است شاد میشه یا اون اضطرابش کم میشه. من چون خودم فن معین هستم، به محض اینکه موسیقی معین رو گوش
گوش میکنم انگار که ژلوفن خوردم، یعنی تمام اون فشارهای عصبی که در طول روز میاد و میره، چون میدونید محیط روانشناسی محیط غمه، محیط شادی نیست، محیطی سرشار از درد و رنج و به هم ریختگی و ناکامی و اذیت و آزارها و فشارهای روانی به بنبست میخورن میان. بله متاسفانه اینجوریه ها، چون بهتره که همه ما از کودکی روانشناس رو داشته باشیم و در طول زمان با همون روانشناس خودمون، با تراپیست خودمون ادامه بدیم. خلق رو بالا میاره. ولی این موسیقی که از دل طبیعت میاد چی جوری تبدیل به موسیقیایی میشه که شما دارید میسازید؟ این برای من هنوز سواله. این همون چیزی بود که عرض کردم خدمتون، این اصواتی که در واقع درست شد تو تونالیته های مختلف. خب اینها چه جوری درست شده؟ هنوز من تو تمام عزیزانی که در این حوزه تحقیق کرده بودن جواب دقیقی نگرفتم که چه جوری رسیدید به 12 تا نوت، چرا به این هارمونی رسیدید. که من حالا خودم یه برداشتایی داشتم، صداهای طبیعت و خشخش و صدای آب و دریا و آبشار و رودخونه و اینا صداهایی هستند که در دسته‌بندی های موسیقی هایی مثل نیو ایج و مثل چیل اوت و فضای این شکلی در دل اون موسیقی ها حتی بعضا توی شاخه‌هایی هست که کلا فقط صدای باد و جیرجیرک و اینجور چیزا مثلا شده یه ترکی مثلا نیم ساعت موسیقی رو گوش میدن. این موسیقی در واقع موسیقی نیست، یک صدایی از یه آمبیانسی که خب آدم‌ها با نوستالژی و اون حسی که از اون فضا میگیرن و تصور میکنن اونجا هستن یه آرامشی براشون ایجاد میشه. اینا در دسته‌بندی‌های پلتفرم‌های موسیقی مثل اسپاتیفای و اینا اومده که جزئی از موسیقی، اما در واقع موزیسین‌ها اومدن از همین اصوات و ادوات فرکانسی، سازهای ذهی، حتی ادوات سینتسایزر، حتی افیکسایی مثل دریا و اینا رو مثلا یه جوری با هم آمیخته کردن، در دل همدیگه سبکی رو درست کردن. اون در واقع یه مقدار آرتش میره بالا. اینکه ما صرفا الان یک موسیقی دریا رو پلی بکنیم موسیقی نیست، ساند افیکسیه که باهاش آرامش میگیریم. اما یه موزیسینایی هستن که خب خیلی وقتا مثلا موسیقی های پینک فلوید خیلی هاش اینجوری بوده، گروه مثلا موسیقی کمل اینجوری بوده، یا الان شاید حضور ذهن ندارم کدوم موسیقی ویوالدی توی قطعات کلاسیک، بله تو که کلاسیک، بله و خیلی تو این شاخه حالا حضور ذهن ندارم دقیقاً بگم، خیلی اومدن در واقع همون تداعی کننده اون فضایی که ما از یک دریا دریافت میکنیم. که یادم یه عزیزی از دوستان ما بود که الان میونه ما نیست، عبدی یمینی، که در انگلیس درس موسیقی میخون که در واقع با خیلی از خواننده‌های خوبم کار کردن، تحصیلات خیلی خوب داشت و موزیسین خیلی خوب. بله. که برای من در واقع موقع تعریف میگم من موقع خیلی کم سن بودم، میرفتم که مشتاق بودم ببینم که چه اتفاقی مثلا توی اون دانشگاه موسیقی اونجا میافته. که میگفت مثلا خیلی وقتا موسیقیایی که برای ما میذاشتن و ما دست همدیگه رو نمیدیدیم و میگفتن یک تصویری از این موسیقی که پخش میشه بکشید همه، و میگفت معمولا هر هفته یک بار تکرار میشد، هر بار همه ما میکشیدیم و تقریبا همه ما با دیدگاه مختلفی یک تاثیرگذاری رو مینوشتیم. یعنی هممون یا یک من آرامش رو در یک درخت و یک سایه و مثلا یک دشت، یکی دقیقاً یک دریا، همه آرامش رو میکشیدن. یعنی دقیقاً موسیقیه باید باعث شه که شما به اون فضا بری، با اون هارمونی که اون هنرمند پیدا میکنه، شناسایی که تو اون فواصل ایجاد اون صداها و کنار هم گذاشتن اینا درست میکنه، شما رو با اون هنر در واقع دریافت ارجاع بده به اون لوکیشنه، به اون آرامشه. که ممکنه که حالا دقیقاً حالا یه نفر با دریا اون حالا پیدا نکنه، ممکنه ولی اون موسیقی کاری بکنه که اون آدم به اون آرامش برسه، خودشو مثلا زیر یک آسمون مثلا پرستاره تصور کنه و با اون آرامش تصویر سازی ذهنی ما بهش میگیم. دقیقاً. هر کسی هم خب یه جوره دیگه، و این هنر موسیقی در واقع باعث میشه که محدود نکنه که حتما الان من صدای خشخش براش بذارم این آرامش پیدا میکنه. شاید من صدا خشخش اتفاقا حال خوبی بهم دست نده، ولی اون موسیقی منو میبره آدرسی که
به شدت تاثیرپذیری ها متفاوته که بستگی به خلق، نوع شخصیت، نوع نگرش، یک ماه گذشته فرد، اینا خیلی تاثیر. یعنی شما مثلا سلیقه موسیقی کلاسیک رو دارید اما دوران خوبی رو در یک ماه پیش نگذروندید، سلیقه موسیقی تو میشه سلیقه موسیقی شاد برای اینکه حال بهتری رو تجربه کنید. اما میخوام بدونم که این تجربه شخصی هم داره، چیزی هست که به عنوان یه موزیسین حال شما رو خوب بکنه، موسیقی هست که حال شما رو خوب بکنه، موسیقی کلاسیکی هست که حال شما رو خوب بکنه؟ قبل از اینکه این جوابو بدم، چون از ذهنم میپره، یه سوالی از شما بکنم. شما فکر میکنی که کسی که حالش بده موسیقی شاد میطلبه یا موسیقی غمگین میطلبه؟ بستگی داره. اگر بخواد خلقش رو در لحظه خوب بکنه میتونه موسیقی شاد رو انتخاب بکنه، اما اگر بخواد که به افسرده خویی خودش ادامه بده، نوع از افسردگیه که در امتداد حرکت میکنه، دلش میخواد تو اون قمه باقی بمونه، مثلا شخصیتش داره. بله و بستگی به اتفاقی که افتاده. مثلا کسی که سوگی داره قطعا سراغ موسیقی شاد نمیره و سعی میکنه که خودش رو تو همون حالت غم نگه داره، اونجا بمونه. شاید رو درواسیه، شاید دلش بخواد، ممکنه خیلی زشته، من مثلا عزادارم الان برم رو گوش، مثلا از قراغا چی میگی من اینو گوش کنم الان؟ ببینید واقعا حالا چون سوگ 5 مرحله داره، منم نمیخوام واردش بشم و اینا، معمولا در 40 روز اول فرد در یک افسردگی باقی میمونه به خاطر غم از دست دادن و پاره از مسائل. تجربهش متاسفانه دارم. آره، و اینکه اونجا سعی میکنه که خوشحالی نکنه، شاد نباشه و باز یادآوری اطلاعات هی حالش رو بدتر میکنه. این یه مقدار لولی چیزی که شما داری میگی خیلی زیاده، سوگ داره، یعنی حالش خیلی عمیقاً بده. ما بیایم به سطح جامعه و وضعیت جامعه ما، تقریبا میتونیم بگیم که جامعه ما جامعه خوشحالی نیست. بله، اینطور که ما داریم نگاه میکنیم حداقل نسبت به سالهای گذشته خوشحال. و اتفاقا موسیقی مارکت ما رفته به سمتی که فقط موسیقی های ریتمیک و انرژیک رو دارن استقبال میکنن و یعنی حوصله انگار شنیدن یک موسیقی که اوورتور داشته باشه، بیاد یک حسی رو ادا بکنه، شاعرانگی مثلا درستی توش داشته باشه، اینا رو آنچنان ندارن و ترجیح میدن یه انرژی وقتی داره تو ماشین سوار میشه بره سر کار و میخواد برگرده فقط تو لحظه یه انرژی بگیره تموم شه، مسکنه دیگه. خب مثلا تو این ساعت رو میخوام بگم جامعه الان خوشحال نیست ولی دنبال خوشحالی میگرده. بله، ولی خوشحالی مقطعی. یعنی بره یک رستوران یه غذا بخوره بیاد بیرون، یه موسیقی شاد بره و برگرده، یه کنسرت بره و برگرده، یه شرایطی رو مثلا رقم بزنه که برای دقایقی حالش خوب بشه، مثلا بره یه قهوه و یه کیک بخوره و برگرده. به طور کلی این کمک بهش میکنه به صورت مقطعی؟ بله، به صورت مقطعی، چون دوپامین بالا میره. بله، ولی نه، دوباره برمیگرده، فرکانس برمیگرده به سمت پایین. ببینید مود یک فرکانسی داره، سینوسیه، بالا و پایین میشه. حالا در بعضیا این فرکانس ها خیلی بالا و پایین میشه که میتونه مثلا تحت تاثیر محیط یا هورمون باشه، در بعضیا این فرکانس ها پایینه، در بعضیا هم مقطعی این فرکانس ها بالا و پایینه. وقتی ما روی فرکانس پایین هستیم تمام تلاش خودمون رو انجام میدیم که این رو بیاریم روی فرکانس بالاتر قرار بدیم. یکی از روش هایی که میتونیم حال خودمون رو خوب کنیم به عنوان یک مسکن ازش استفاده میکنیم همین موسیقی شاد هست. ممکنه یه ترک 5 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای گوش کنیم و این بالا بیاد، اما دوباره ممکنه که این فرایند فرکانس به سمت پایین پیش بره و دوباره دو همون مود باقی بمونیم. البته اینها همه بستگی به تیپ شخصیتی داره که در زمان مناسب خودش قطعاً صحبت خواهیم کرد. کسایی که شادم هستن مثل آدم‌هایی که در دوره‌های قبل داریوش و اینا گوش میدادن و اینا، اونا اصولاً زندگی‌های تقریباً روتینی داشتن، ولی ما کلاً جامعه غم دوستی هستیم. شادن میرن غمگین میشن، غمگینن میرن شاد بشن. ولی چرا از اون قسمتی که زندگی روتینی وجود داره چه نیازی به غم داره؟ چون لالایی های ما خیلی هاشون هم غمگینن
لالایی های مادرانم که نگاه میکنم اصلا انگار آدم میخواد زار بزنه. اصلا بچه زار میزنه دیگه، قبل از خواب یه زاری میزنه بعد میخواب.